سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز میخوام به یکی از پرتکرارترین سوالاتون جواب بدم. بچه‌ها خیلی از من میپرسین که ما چقدر با خودمون پول بیاریم، اصلا نیاز پولی بیاریم یا نه. خب ببینید فقط میخوام بدونید که من کاملا درکتون میکنم و متوجهم که هزینه دلار خیلی خیلی زیاده و من خودم واسه جور کردن دلار واقعا مشکل داشتم. اما شما وقتی که میخواین بیاین کره به محض ورودتون یه سری خرجا دارین که ناچارین انجام بدین، خرج کنین. مثلا شما از فرودگاه باید خودتون رو به دانشگاه برسونین. خب طبیعتا مسیر رو که بلد نیستین، یا باید تاکسی بگیرین یا بعد از پیکاپ سرویس دانشگاه استفاده کنین که خب اونم یه هزینه‌ای داره. این خرجایی که دارم میگم واسه دانشگاه خودمونه و امکان داره که دانشگاه به دانشگاه متفاوت باشه. دانشگاه ما حدود 50,000 وون اگه درست یادم باشه 50,000 وون ازمون گرفت که ما رو به دانشگاه برسونه. بعد خب نکته بعدی، شما وقتی که وارد دانشگاه میشین سلف دانشگاه تعطیله و حدود 1 هفته 10 روز طول میکشه که سلف دانشگاه باز بشه، حالا بسته به زمانی که به دانشگاه میرسیم. و خب قاعدتا باید غذا از بیرون بخرین و خب شما جایی رو نمیشناسین، هزینه غذا خیلی واسهتون زیاد میشه، یا حتی سوپرمارکتی هم که دارین ازش خرید میکنین خیلی مهمه. خب جایی رو نمیشناسین دیگه طبیعتا. خریدی که میکنین امکان داره مثلا یه جنس مثلا قیمتش 5,000 وون باشه و شما بیان 10,000 وون بخرید و تا دلتون بخواد از این خرجا پیش میاد، خیالتون راحت باشه چون جایی رو نمیشناسین. به اندازه 1 هفته غذا رو یا 10 روز غذا رو خودتون باید بگیرید. مسئله بعدی، دانشگاه فایلی که بهتون میده معمولا نوشته که به اندازه 3 ماه با خودتون پول بیارین. ایرانو نمیگم و کلا به همه کشورها اینو میگن که افتتاح حساب حتی امکان داره تا 3 ماه طول بکشه. حالا خب قضیه ما که خیلی بدتره و ببین ما شهریور اومدیم الان اواخر بهمنه و یه سری از بچه‌ها هنوز حساب ندارن، پس اینو در نظر داشته باشین. و میگم یه سری از دانشگاه‌ها پول خوابگاهو ازتون میگیرن، یعنی این شکلی نیست که بمونن حقوقتون رو شما بگیرین بعد پول خوابگاهو پرداخت کنین، نه همچین چیزی وجود نداره. پول بیمه و پول خوابگاهو میگیرن ازتون. موضوع بعدی، اگه مثل ما بدشانس باشین امکان داره چمدون دیرتر به دستتون برسه. مثلا چمدون ما یه کشور دیگه رفته بود و حدوداً 1 هفته طول کشید به دستمون رسید و خب ما حتی یه شامپو هم نداشتیم که باهاش دوش بگیریم، یعنی از شامپو گرفته تا یه لباس تا یه چیزی که خلاصه رومون بندازیم مثل پتو مثلا، حالا یه خورده ارزون‌تر، بالش یا حالا اینجور چیزا، مجبور شدیم اونا رو بخریم تا وسیله هامون به دستمون برسه. دیگه جونم واسهتون بگه، اوایل که شما میایین اینجا با اینکه غذاهای کره خیلی خوشمزه است ولی اصولاً ماها عادت نداریم به غذای کره، به خاطر اینکه شما هر چقدر هم غذای تند تو ایران خورده باشین درجه تندی غذاهای کره یه چیز دیگه است واقعاً و تا عادت کنید مجبور میشید که بیرون غذا بخورید و خب اینم خیلی هزینه‌اش زیاد میشه واسهتون. دیگه بعضی از دانشگاه‌ها خب بعضی از خوابگاه‌ها آشپزخونه هم نداره که شما بخواین آشپزی کنید و همش باید بریم بیرون غذا بخوریم. هزینه بعدی هزینه سیم کارته که شما خب نیاز میشه سیم کارت داشته باشین دیگه، چون جایی رو نمیشناسین حداقل به اینترنت که نیاز دارین، یا حتی اصلا با خانواده‌تون بخواین در ارتباط باشین 100% به اینترنت نیاز دارین. اگه بخواین کیتی بخرین که معمولا پیش همه دانشگاه‌ها هست و راحت‌تر در دسترسه، باز حداقل توی دگو اینجوریه که حدود 50,000 تا هزینه سیم کارتتون میشه.
البته یه سری سیم کارت‌ها هستن کیتی الدلپون بهش میگن که اون هزینه‌ش کمتره، از خود کیتی کمتره، ولی خب تا اون سیم کارت رو بتونید پیدا کنید و متوجه بشین که از کجا میخرین بخرین اونم یه خورده طول میکشه. بجز سیم کارت خدایی نکرده اگه مشکلی واسهتون پیش بیاد هزینه بیمارستان خیلی زیاده، واقعا هزینه بیمارستان زیاده. درسته که شما بیمه دارین و بیمه پرداخت میکنه، ولی بیمه دقیقا وقتی که حساب باز میشه پرداخت میشه، یعنی شما تا قبل اون نمیتونید از بیمه استفاده کنید. مثلا خود من چون به غذاهای کره عادت نداشتم و غذاهای کره خیلی تند بود، کارم به بیمارستان کشید و حدود $400 هزینه بیمارستان دادم. و خب فکر کنید این هزینه رو نداشته باشین چقدر سخت میشه واسهتون. بخوام سرانگشتی واسهتون حساب کنم، با اینکه من اصلا ولخرجی نکردم و فقط هزینه‌های اولیه زندگیمو گذروندم تا 1 ماه اول که پول به حسابم واریز بشه، حدود 1400 $1300 خرج شد. البته که خب $400 هزینه بیمارستان بود اون به کنار، ولی اینو در نظر داشته باشین که شما حداقل واسه یه زندگی معمولی دیگه به $1000 نیاز پیدا میکنید. حالا ماهای بعد میتونید مدیریت کنید چون مسلما جاهای دیگر رو پیدا میکنید که ارزون تره و دستتون میاد کجا خرید کنید، چی کار کنید که کمتر پر خرج کنید. ولی واقعا واسه 2-3 ماه اول این هزینه رو باید در نظر داشته باشین. مثلا به نظرم واقعا دیگه $1000 کاملا طبیعیه ماه اول خرج بشه. من پیشنهاد میکنم حداقل دیگه $2000 دیگه توی بدترین حالت $1500 رو با خودتون داشته باشین، وگرنه اینجا خیلی خیلی بهتون سخت میگذره. امیدوارم که همتون موفق باشین و به هر چیزی که میخواین برسین. اگه سوال داشتین کامنت بذارین، خوشحال میشم جواب بدم بهتون. فعلا بچه‌ها.